سلام، به اولین ولاگ من خوش اومدین. من فاطمه و هلند زندگی میکنم. این ویدیو مربوط به 27 اپریل روز تولد پادشاه هلنده که یکی از مهمترین روزاییه که هلندی‌ها جشن میگیرن. توی این روز هر کسی هر وسیله‌ای که استفاده نمیکنه بدون مالیات میاره و برای فروش میذاره. بچه‌ها عاشق این روزن چون توش کلی پول در میارن. شهرداری از قبل یه سری غرفه آماده میکنه که میشه اونا رو رزرو کرد، یا اینکه هر کسی جلوی در خونه‌اش میتونه یه پارچه پهن کنه و وسایلی که استفاده نمیکنه برای فروش بذاره. همه جای کشور پر از بازی و خوراکی‌های کشورهای مختلفه، مثل این آقایی که داره موز سرخ شده میفروشه. راستی کل کشور نارنجیه و مردم توی اون روز با قایقاشون توی کانالا میان، کلی جشن میگیرن، خوشحالی میکنن و میرقصن. خلاصه که مرسی تا اینجای ویدیو با من همراه بودیم. میبینمتون